صبح یک شنبه شما بخیر. مردم اغلب میگن واسه این که خدا رو بشناسی اول باید خودت رو بشناسی. این مطلب به گوش چنان عارفانه میاد که مردم براش سر و دست میشکنن و حتی کلاس ها و صحبت های زیادی رو هم در این مورد گوش میدن. ولی تنها چیزی که خودشناسی میتونه به انسان بگه اینه که به شکلی مهیب و عجیب ساخته شده. از این به بعدش صرفاً پیش‌فرض‌هایی است که دین و فلسفه و عرفان و حتی روانشناسی سعی دارن ما رو به اونها بباورونن. نه اینکه غلط هستن. صحبت غلط بودنشون نیست، بلکه عدم توان اونهاست در فرو نشاندن آتشی که در وجود هر کدوم از ما زبانه میکشه. آتش داشتن جواب به این که من کیستم؟ هدف از بودنم چیست؟ چطوری و بر چه اساسی باید زندگی کنم؟ و بعد از مرگ چه میشه؟ اینها سوالاتی نیست که اون پیش‌فرض‌ها بتونه براش جواب بده. کسی که میتونه این سوالها رو جواب بده همونی هستش که انسان رو ساخته. اگه به این پیش‌فرض‌ها قانع هستیم که هیچ، ولی اگه نیستیم میتونیم برای جواب به صورت خدا نگاه کنیم. تنها کسی که میتونه به این سوالات ما جواب بده خود اوست. پس برای خودشناسی درست راهی نیست جز شناخت خدا و اون چه که او در مورد کیستی ما میگه. پیش‌فرض‌های دینی و فلسفی جز این که بر ما هویت‌های کاذب بزنن کار دیگه‌ای نمی‌کنن، ولی هویت واقعی ما رو به وجود آورنده ما مشخص کرده. اینکه ما فرزندان او هستیم و او پدر آسمانیمونه. این هویت رو عزیزان با هیچ هویتی عوض نکنیم. دائم به یاد داشته باشیم و دائم مطابق با آن رفتار کنیم. به دیسیپلین فیض ادامه بدیم.